ساربان یوسپوف ساکن 26 ساله اسفره که قبلا برای ریش و موی درازش چند بار به اداره پلیس دعوت شده بود 6 ماه پیش از کشور بیرون رفت. حالا او میخواهد به وطن برگردد و برای این از مقامات کفالت امنیتش را خواسته است. ساربان روزی 1 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت که حالا ریش و مویش را به ترتیب درآورد و میخواهد مقامات از تعقیب او دست بردارند. این ساکنی دهه واروخ گفت او سال 2016 در روسیه با تقلید به قفقازی‌ها ریش و موی را دراز کرده بود. هم صحبت ما میگوید مقامات پلیس درباره شخصیت او که با ریش و موی دراز از روسیه آمده بود با همسایه‌ها نیز صحبت کردند. همه سببش فهمونه من میروم، من یک گناه ندارم، میروم مخی چسکوای و چیزکوی فرار کرد پدر و مادرم ده همسایه‌م خدمت زبان خط گرفت کوی بچه عرفی اومد خیلی اخلاق دارد کارو جمعیتی اردم میکنه نمیکنه همسایه محله هم گفتن ها بله این بچه و نه بچه سوزه ای ششم حد زنگ زدن گفتن بیو گفتن سراشن پاسپورتات بگی بیو من پاسپورت نو گرفتگی بدم سراشن بگی بیو ما تری عدد سوال داریم خیلی بسیار شنیدم که عدد سوال میگم میری اونجا امیر گفتم مجبور میرم ای دیگه جو علاقه میکنم قطعیشون حل میکنم بعد وطن میام. از اسفره زادگاه ساربان بیش از 100 جوان به گروه تندروی دولت اسلامی در سوریه و عراق پیوستند. طالب یوسپوف پدر این جوان میگوید نگرانی مقامات از همین جهت نسبت به جوانان ریشتار بیشتر شده است. او گفت نگرانی مقامات را درک میکند اما بدون کدام دلیل دعوت به تکرار خانواده او را از سرنوشت پسرش نگران کرده بود. شوخی میکنن بچه‌ها میترسند بعد شوخی دکازات باشد گپی دیگه است. شوخی میکنن از جا یک گپی نمیشدگی فهمیده شوخی کرده بچه‌ها دیرانه بچه‌ها یاش میترسن میگریزن برای چی منو چی جیغ می‌نیسن. این مرد میگوید حالا میخواهد پسرش را به وطن برگرداند و تنها تفتیش عادلانه این قضیه را میخواهد. خبرنگار رادیو آزادی در نشست مطبوعاتی سردار ریاست امور داخلی ولایت سوخت در هفته گذشته مشکل این جوان را مطرح کرد. شریف نظرزاده گفت جوان با چنین نام در پایگرد قرار ندارد اما او گفت برخی برای صادر کردن جنایت در پایگرد رسمی قرار میگیرند و بعضی بنابر شبهه در کوفتکوبی اپراتیوی هستند. شریف نظرزاده گفت واقعا کارمندان پلیس بر ریشی درازی بی‌معنی شبهه میکنند. او گفت در وقتی تفتیش پرونده جنایی وقتی که شامل میشود به این برکت‌های تندرو و جدایی‌گرا وظیفه اولین درجه‌ای که در دست آنها میماند ریشی دراز پوشیدن سطح جوب اویله‌ها اول اومده اویله‌ش مجبور میکند که سطح جوب. آماری دقیق روی دست نیست که چند شهروند تاجیکستان با چنین شبهه به تاجیکستان برگشته نمیتوانند ولی کارشناسان میگویند شمار چنین جوانان رو به افزایش است. طی تقریبا 2 سال باز برخی از مردان و جوانان تاجیک از موردهای ریش تراشی مجبوری در گوشه‌های کشور صحبت میکنند اما مقامات بارها گفتند که چنین معرکه راه اندازی نشده است و آنها فقط از مردان خواستند تا ریشی دراز خود را به ترتیب درآورند.